سلام به همه عزیزای دلم. راوی هستم از کانال پادکست روایت. داستانی که امروز میخوام براتون روایت بکنم رو تاها برامون فرستاده که گویا توی آلمان درگیر یه عشق نافرجام میشه. رفقای گلم ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن. همچنین اگر دوست داشتین میتونید داستان زندگی خودتون رو از طریق تلگرام برای من بفرستین تا براتون روایت بکنم. سلام، میخوام این داستان رو براتون تعریف کنم تا شما ازش خوب عبرت بگیرین و اشتباهات من رو مرتکب نشین. من تاها هستم. الان 33 ساله و این داستان برمیگرده به زمانی که من توی آلمان دانشجو بودم. من توی یه خانواده به شدت مذهبی و خشک به دنیا اومده بودم. پدرم توی بازار بزرگ یزد خاربار فروشی داشت و حسابی جا افتاده و معروف بود و همه به اسم حاج سلمان میشناختنش. دست به خیر بود و یکی از معتمدهای محل و بانیهای مسجدمون بود. مادرم خونه‌دار بود و همه اون رو حاج خانوم صدا می زدن. مادرم هم زنی بود که جلسات قرآنش همیشه پابرجا بود و توی حوزه احکام دین رو یاد گرفته بود و هر کی از خانومهای محل مشکل داشت می اومد پیش مادرم و سوال می کرد. من یه خواهر بزرگتر از خودم به اسم طاهره داشتم که 2 سال از من بزرگتر بود و زن یه قاضی شد. من تحت تأثیر خانوادم آدم مذهبی طوری بار اومده بودم و نماز و روزم هیچ وقت قضا نمی شد و همیشه توی مسجد بودم و خودمم اذان مسجد رو می گفتم. توی محل به چشم پاکی معروف بودم و تموم اهل فامیل و اهل محل که دختر مجرد داشتن دلشون میخواست که من با دخترشون ازدواج کنم. کم کم که بزرگ شدم علاقم به درس بیشتر شد و برخلاف بقیه همسن و سالام که خودشون رو درگیر چیزای الکی کرده بودن، من فقط درس برام مهم بود و اینطوری شد که تونستم رتبه 1500 رشته تجربی رو بیارم و داروسازی دانشگاه تهران رو قبول شم. توی دوران دانشگاه همچنان به روند درس خوندنم ادامه میدادم و به بقیه کاری نداشتم. سرم تو کار خودم بود و آسته میرفتم و میومدم. گاهی وقتا نگاه های دخترا رو روی چهره خودم حس میکردم ولی به روی خودم نمی آوردم. همه چیز خوب پیش رفت تا اینکه یکی از استادامون کک خارج رفتن رو انداخت توی تنبون من. استادم خیلی مرد مهربون و متشخصی بود و آدمی بود که حسابی دلسوز دانشجو بود و هر فرصتی که پیدا می کرد ما رو نصیحت می کرد. چون منم دانشجوی درس خونی بودم علاقش به من بیشتر شد و باعث شد که یه روز من رو دعوت کنه دفترش و به هم بگه ببین تاها، تو دانشجوی خیلی خوبی هستی و زیاد از حدم باهوش و تلاشگری. من میخوام بهت پیشنهاد بدم که کارای بورسیت رو انجام بدی و بری خارج. اونجا هم بهتر میتونی پیشرفت کنی، هم فرصت کاری برات زیاد هست. من بعد از شنیدن این حرفا حسابی رفتم توی فکر. هیچ وقت به این که برم یک کشور دیگه درس بخونم حتی فکر هم نکرده بودم. یه مدت من درگیر بودم تا اینکه فهمیدم استادم راست میگه و من اونجا میتونم موقعیت‌های تاپ‌تری داشته باشم و حتی راحت‌تر برم خارج و پیشرفت کنم. تصمیم گرفتم که این موضوع رو با خانواده‌ام در میون بذارم. وقتی که به پدرم گفتم اون با شدت مخالفت کرد و گفت اونجا بلاد کفره، هر کی هر جور دلش میخواد میگرده و اصلاً براش مهم نیست که محرم و نامحرمی هم وجود داره. من بهت اجازه رفتن نمیدم. شاید این مخالفت پدرم باعث شد که من عزمم بیشتر جزم شه و به خاطر همین بیخیال نشدم و هی اصرار و پافشاری کردم و گفتم همینجا هم اوضاع دانشگاه و جوونا خرابه. مهم اینه آدم خودش چشم و دل سیر باشه و هر کاری رو انجام نده. من بهتون اطمینان میدم که رفتنم اونجا فقط برای درس و کاره و نه چیز دیگه. بالاخره بعد از اون همه اصرار من پدرم موافقت کرد و من شروع کردم به تحقیق کردن درباره اینکه کدوم دانشگاه برام مناسب تره.
من مدارکم رو ترجمه کردم و تموم کارهام رو کردم و مدارکم رو به چند تا دانشگاه فرستادم تا اینکه دانشگاه آلمان برام دعوتنامه فرستاد. انجام کارهام 2 ماهی طول کشید و من بالاخره عازم رفتن شدم. موقع رفتن دل کندن از همه چیز و همه کس برام سخت و عذاب آور بود، اما من چاره ای نداشتم. بالاخره با خانوادم خداحافظی کردم و رفتم. وقتی که رسیدم آلمان غربت تمام وجودم رو فرا گرفت. احساس می کردم که کار اشتباهی کردم، خانوادم رو تنها گذاشتم و اومدم اینجا. ولی خب دیگه دیر شده بود و من فرسنگ ها از اونها دور شده بودم. بالاخره کارهای ثبت نام دانشگاه هم تموم شد و من تونستم با خوابگاه های دانشجوی اونجا هماهنگ بشم و یه اتاق برای خودم بگیرم. من یه هم اتاقی داشتم که اهل ترکیه بود و آدم خونگرمی هم بود و لااقل از این بابت خوشحال بودم که یه آدم درست و حسابی به تورم خورده. از طریق ایمیل به خانوادم اطلاع دادم که رسیدم و حالم خوبه و اونها هم خدا رو شکر گفتن. تقریبا 1 ماه بود که من اومده بودم آلمان و به همه چیز عادت کرده بودم. آلمان با تصورات من از زمین تا آسمون فرق میکرد. من انتظار داشتم که بی‌بندوباری از تموم این کشور بزنه بیرون، اما اونقدرها هم که من فکر میکردم اوضاع خراب نبود. شاید همین باعث شد که من آلمان موندگار بشم. من توی دانشگاه آلمان کارم همین بود که درس بخونم و بعضی از تایم‌های بیکارم برم توی آزمایشگاه و با استادامون هماهنگ بشم و مقاله بنویسم و کلی کار دانشجویی انجام بدم. زمانی فرا رسید که زندگی من رو به کل تغییر داد. من تا قبل از این اتفاق تموم اعتقادات خودم رو حفظ کرده بودم، اما با این اتفاق دل و ایمون خودم رو باختم. تولد دوست ترکیه‌ایم عامر بود و اون من و تموم بچه‌های دانشگاه رو دعوت کرد به یک کاباره. من اولش کلی مخالفت کردم و گفتم که از این جور جاها خوشم نمیاد، ولی عامر گفت که بیا بریم و تو یه گوشه بشین و کاری نکن و اگه اذیت شدی برگرد. منم که دیدم اصرار میکنه قبول کردم و از یه طرفم کنجکاو شده بودم که این کلوب هایی که اینقدر ازشون تعریف میکنن رو ببینم. من و عامر آماده شدیم و رفتیم کاباره. جایی بود که من تا به حال ندیده بودم. یک کشتی توی دریاچه مصنوعی بود که توی اون کشتی انواع و اقسام مشروبات الکلی و غیر الکلی چیده شده بود. یه میز پر از خوراکی و صدای موزیک به حدی بود که صدا به صدا نمی رسید. دختر و پسر مشغول رقصیدن و عشق بازی بودن. من از دیدن این صحنه ها حسابی حیرت کرده بودم. باورم نمی شد که همچین جایی اصلاً وجود داره. منی که کل عمرم درگیر درس و دانشگاه و مسجد بودم، درک این چیزا حسابی برام سخت بود. من چند دقیقه با بچه‌ها رفتم داخل کشتی و کاباره. اونجا رو دیدم، ولی اوضاع به حدی خراب بود که تصمیم گرفتم بیام بیرون از کشتی و روی صندلی‌های چیده شده بشینم و از دیدن دریاچه و اردک‌های داخلش لذت ببرم. من توی حال و هوای خودم بودم که دیدم یه لیوان که توش نوشیدنی بود گذاشته شد جلوم. با تعجب برگشتم که ببینم کار کیه که یهو نگام به جفت چشم سبز قفل شد. دختری که موهای بور داشت و چشماش سبز بود و لب دهان کوچکی داشت، در حالی که یه لبخند روی لبش بود، به من خیره شده بود. اون دختر یه پیراهن و شلوار مشکی تنش بود و ظرافت از همه جاش میبارید. به آلمانی گفت نوشیدنی بخور، توی این هوا میچسبه. من مسخ شده بودم. احساسی درونم سرازیر شده بود که تا الان تجربه نکرده بودم. دختر خندید و گفت حالت خوبه؟ من آروم گفتم نمیدونم. چون به فارسی حرف زدم اون دختر نفهمید و به انگلیسی گفت آلمانی نیستی؟ به زحمت خودم رو جمع جور کردم و گفتم نه، ایرانی هستم. دختر با هیجان گفت واقعا اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونم چرا از حرف زدن با اون دختر احساس گناه نمی کردم. یه چیزی درونم میگفت که دربارش کنجکاوی کن. آروم گفتم من دانشجوی داروسازیم. اومدم اینجا برای درس خوندن. دختر اسمم رو پرسید و منم گفتم و با خجالت منم ازش اسمش رو پرسیدم و اونم گفت اسمم کاترینه. من و کاترین ساعتها با هم حرف زدیم و وقتی که به خودم اومدم دیدم ساعت 2 بامداد شده.
کاترین خمیازه‌ای کشید و گفت اگه دوست داشته باشی فردا همدیگر رو ببینیم. نمیدونستم چه جوابی بدم. موقعیت بدی بود. زبونم زودتر از من به حرف اومد و گفت حتما، چه ساعتی و کجا؟ کاترین گفت همینجا، فردا رأس ساعت 8 شب. منم قبول کردم و خداحافظی کردیم. کل مسیرم تا خوابگاه فقط فکر کاترین توی ذهنم بود و جالب اینجا بود که اصلا احساس گناه یا پشیمونی نداشتم. قبلا هم توی کلاسمون دخترهای زیادی بود، اما هیچ کدوم به اندازه کاترین من رو تحت تأثیر قرار نداده بود. یه هفته از رابطه من و کاترین گذشته بود و من روز به روز بیشتر به کاترین وابسته می شدم. کاترین گرافیک خونده بود و خانواده‌اش توی یکی از شهرهای آلمان زندگی می کردن و خودش به تنهایی برلین بود. من کم کم به خودم اومدم و فهمیدم که به کاترین علاقه‌مند شدم. کاترین دختر فوق‌العاده‌ای بود و من کنارش احساس آرامش می کردم. اون از هر نظر بی‌نقص و خوب بود و من مطمئن بودم که نیمه گم شده منه. یه روز تصمیم گرفتم که دلم رو به دریا بزنم و به کاترین از علاقم بگم. مطمئن بودم که کاترین هم دلش با منه و اصلاً ردم نمی‌کنه. وقتی که به کاترین گفتم، اون با بغض و گریه گفت منم بهت علاقه‌مندم، ولی من و تو نمیتونیم کنار هم باشیم، چون تو مسلمونی و من مسیحی و اگه خانواده من بفهمن که با یه مسلمون وارد رابطه شدم قطعاً من رو میکشن، چون اونا با مسلمون ها مشکل دارن. وقتی دلیل مشکل خانواده کاترین رو پرسیدم، اون جواب داد که سالها پیش برادرش یه مسلمون ساکن آلمان رو کشته و خانواده مقتول هم رضایت ندادن و برادرش رو اعدام کردن. از اون روز به بعد کینه اونا نسبت به مسلمون ها زیاد شده. من فهمیدم که مسیر سختی رو پیش رو داریم و از طرفی میدونستم که خانواده خودم هم به شدت مخالفت میکنن، ولی خب ما عاشق شده بودیم. من دائم کاترین رو دلداری میدادم و میگفتم که همه چی درست میشه، ولی خودم هم به این جمله‌ام باور نداشتم. یه روز ناگهانی کاترین اومد پیش من و گفت من میخوام مسلمون شم، لطفاً چیزی ازم نپرس. من با تعجب قبول کردم و قبلش تمام شرایط رو براش گفتم و اونم قبول کرد. رفتیم به محلی که برای مسلمون شدن افراد بود و اونجا تمام کارها انجام شد و کاترین به عنوان یه مسلمون اومد بیرون. من شال نازکی که برای کاترین خریده بودم رو سرش کردم و اون کلی ذوق کرد. کاترین بهم گفت که باید برگرده شهرشون برای دیدن خانواده‌اش و وقتی که برگشت با هم ازدواج میکنیم. منم با شنیدن این خبر ذوق‌مرگ شدم و قبول کردم. کاترین رفت و من تقریباً یه روز کامل ازش بیخبر بودم تا اینکه دیدم از طرفش برام ایمیل اومد. کاترین نوشته بود تاهای عزیزم، سلام، الان که این ایمیل برات اومده من دارم لحظه های آخر عمرم رو سپری میکنم. خانواده میخواستن من رو به زور بدن به پسرعموم و من با مسلمون شدنم از این راه جلوگیری کردم. اونا اما دست بردار نشدن و میخواستن که فردا من رو ببرن کلیسا تا من رو دوباره مسیحی کنن. من ولی دوست دارم که این عشق و احساس خوبی که از تو گرفتم تا ابد برای من بمونه و دوست دارم که یه مسلمون از دنیا برم و به خاطر همین رگ خودم رو میزنم. این رو بدون که من تا لحظه آخر عمرم عاشقتم و حتی بعد از مرگم هم عاشقت میمونم. من با خوندن این ایمیل احساس کردم که جون از تموم وجودم رفت. باور نمی کردم که کاترین رفته باشه. به زحمت رفتم به شهر کاترین و رفتم سمت مزاری که مرده ها رو خاک سپاری می کنن. از راهبی که اونجا بود درباره کاترین پرسیدم و اونم تایید کرد و حتی سنگ قبرش رو هم بهم نشون داد. باورم نمیشد که کاترین مرده باشه. من ساعتها بالای قبرش گریه کردم و وقتی که خالی شدم شبیه یه انسان مرده برگشتم برلین. من بعد از اون ماجرا یه آدم افسرده کامل شدم و فقط به سختی درسم رو میخوندم و بعد از اونم دیگه طاقت موندن توی آلمان رو نداشتم و کارام رو کردم و اومدم ایران و بقیه درسم رو ایران ادامه دادم. من مدرکم رو گرفتم و توی دانشگاه به خاطر شرایط خوبم به عنوان استاد مشغول به کار شدم. من تا همین الان مجرد موندم و به کسی دل نبستم.
مادرم هنوز که هنوزه به من اصرار میکنه که زن بگیرم، ولی من دلم رو به کاترین دادم و اگرچه کوتاه بود اما برای من خاص و دلنشین بود. اگر من به کاترین اصرار می کردم و ازش درباره عجلش، درباره مسلمون شدنش می پرسیدم، شاید زنده می موند و الان کنار من بود. اما چه میشه کرد که عشق به نرسیدنه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که روایت رو به بهترین شکل ممکن براتون انجام داده باشم. همچنین پیشنهاد میکنم این روایت رو که مربوط به یک گروگانگیری در سیستان هست که قاچاقچی ها قصد تجاوز به زن سرگردی رو داشتن رو تماشا بفرمایید.